قدم برای شروع شغل املاک. اول یه لاک به کپی صفحه و اون بیلبیلک کنار صفحه رو بزن و ما رو دلگرم کن. 1. این قانون بزرگ املاک رو هیچ وقت فراموش نکن. 70% این شغل فکریه و فقط 30% اون مهارته. پس قبل از شروع این کار روی باورهات کار کن و بعد به یادگیری مهارت بپرداز. 2. برای شروع این شغل نیاز نیست که همه چیز رو تو تجربه کنی، بلکه یک مشاور موفق اونیه که از تجربیات افراد موفق داخل این کار استفاده کنه و راه 100 ساله رو 1 ساله بره. 3. دفتر املاکی رو انتخاب کن که همه بنویسن، نه اینکه فقط اومدن که صرفا خونه نباشن یا پر از حاشیه‌ان. 4. برای شروع شغل املاک یک منطقه پرفروش و قابل رشد رو انتخاب کن. 5. هزینه 1 ماه از اول زندگیتو کنار بذار، چون کسی که درگیر کرایه تاکسی و پول بنزینشه هیچ وقت نمیتونه به رقم‌های بالا فکر کنه. چند تا موارد دیگه هم هست، لطفاً شما زیر این پست کامنت کنید تا بقیه ببینن و استفاده کنن.